درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. به گواه تاریخ مشارکت اردن در ائتلاف دفع حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه اسرائیل به درک تاریخی دستگاه ملک عبدالله از نقش جمهوری اسلامی و نیروی قدس در معادلات عراق 2003 ارتباط داره. همه میدونیم که بهانه دولت بوش در تهاجم به عراق در 2003 ظاهراً آویختن به اطلاعاتی بود که قانعشون کرده بود که زرقاوی و انصارالاسلام در شمال عراق با همکاری صدام حسین در حال توسعه و ساخت سلاح‌های همه کس کش هستند. برای مخابرات اردن البته رد این بهانه و ارتباط کار سختی نبود. زرقاوی شهروند خودشون بود. 5 سال در اردن در زندان بود و سالها قبلترش و پس از برگشت او از افغانستان تحت نظر مخابرات اردن بود. آنها زرقاوی و ارتباطش رو بهتر از هر کسی میشناختن. آگوست 2006 منابع اردنی در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفتند که ایالات متحده در حمله به عراق لااقل به بهانه ارتباط صدام و القاعده دچار خطای راهبردی شد. صدام ارتباطی با زرقاوی، القاعده و انصارالاسلام نداشت. این جمهوری اسلامی و نیروی قدس بودند که به شکل تاکتیکی به قدرت گرفتن زرقاوی در شمال عراق کمک کردند. همانطور که در تمام طول جنگ عراق هیچ سندی از همکاری صدام و اسلامگرایان در تولید سلاح کشتار جمعی به دست نیامد. و حالا که تاریخ رو یک مرور کوتاه کردیم، جالبه بدونید که شبکه 14 اسرائیل به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش داد که ارتش در ساعات پیش رو به مواضع سپاه در خاک ایران حمله کوبنده‌ای خواهد کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل هم گفته که 5 نقطه از مناطق مختلف در ایران رو مشخص کردیم و تا ساعت آینده بمباران شروع خواهد شد. یادتونه که 1 هفته پیش این مکانها رو براتون مشخص کردم. و سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت که از طریق سیستم‌های GPS ماهواره‌ای اسرائیل، آمریکا و دیگر متحدان لوکیشن دقیق و لحظه به لحظه پهپادهایی که به سمت اسرائیل می اومدن و تعدادشون و باقی مسائل تحت کنترل ما بود. اینجاست که جمهوری اسلامی کلاهش رو باید بندازه بالاتر. تازه عربستان سعودی در انهدام پهپادها و موشک‌های تروریستای سپاه قبل رسیدن به حریم هوایی اسرائیل نقش داشته. در همین رابطه گزارش رسمی و تحقیر کننده ارتش اسرائیل هم بسیار شنیدنیه. گفتن از 170 پهپاد ارسال شده هیچ کدومشون حتی به مرز اسرائیل نرسیدن. از بیش از 30 موشک کروز شلیک شده هیچ کدام به مرز اسرائیل نرسیدن. 25 مورد توسط خلبانان اسرائیل منهدم شدند. از بین 120 موشک بالستیک تعداد معدودی به مرز اسرائیل رسیدن که این تعداد کم به یک پادگان هوایی در نزدیکی نفتیم رسیده و خسارات جزئی به یک ساختمان زدن. این در حالیه که پس از ساعتها رایزنی کابینه جنگ اسرائیل به طور رسمی دستور حمله به خاک ایران را صادر کرد. مقامات اسرائیل از شهروندان خواستند که امشب نخوابند تا شاهد حملات کوبنده اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران باشند و این در شرایطیه که ما شاهد بزرگترین شکست استراتژیک نظامیم که رقم خورد. 331 پرتابه بالستیک و کروز و پهپاد جدا از فایل شده همه خارج از مرزها ساقط شدن. مشخص بود اینا روی کاغذ کارایی داره، ولی دیشب یک اتفاق بزرگتر هم افتاد دوستان. تو خالی از آب در آمدن حزب الله لبنان، گروهی که ادعا میشه با 150,000 موشک آماده نابودی اسرائیل، نهایتاً از ترس نابودی کامل به پرتاب چند راکت کاتوشیا بسنده کرد. برای درک هزینه‌ای که جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله در قدرت پرداخت کرده بود، علاوه بر میلیون‌ها دلار پولی که ماهانه از پول نفت برای این گروه فرستاده میشد و ده‌ها ترور و صدها عملیات برون مرزی، باید حملات شیمیایی به روستاهای سوریه رو هم اضافه کرد. چندین دهه مصرف یک کشور، تحریم و به ورشکستگی و فلاکت کشوندن مردمان و به باد دادن آرزوهای چند نسل. نتیجهش شد هیچ. هزینه‌ای که سررسید آن به زودی فرا میرسه. اما واقعا جای تأسف داره که این ارزشی‌ها
کاملا باور داشتن میتونن تل‌آویو و حیفا رو با بالستیک هایی که به اونا انواع نام های عجیب مذهبی و آخرالزمانی داده بودن با خاک یکسان کنن. یعنی خاک بر سر ارزشی و خاک بر سر خامنه‌ای. اگر این دور از حملات موشکی رو پایان یافته فرض کنیم دوستان، باید گفت که دیشب جمهوری اسلامی کارتی رو بازی کرد که سالها پشت آن سنگر گرفته بود و بهای سنگینی برای به دست آوردنش از جیب ما ملت پرداخت کرده بود. کارتی که عدم کاراییش اثبات شد. در همین رابطه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خودش با بنیامین نتانیاهو به او گفته که ارزیابی فعلی ایالات متحده اینه که حملات جمهوری اسلامی تا حد زیادی ناموفق بوده و چیز با ارزشی در اسرائیل مورد هدف قرار نگرفته. بر اساس گزارش CNN به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، بایدن در این مکالمه تلفنی به نتانیاهو گفته که آمریکا در هیچ عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد و نماینده جمهوری اسلامی هم در سازمان ملل اعلام کرده که حمله و انتقام ما تمام شد. اگر اسرائیل دوباره شیطنت کنه پاسخ خواهیم داد. اینطور که معلومه یک هماهنگی کلی پشت پرده انجام شده بود تا رژیم یک نمایشی راه بندازه و مدیا هم کمکش کنه که بگن مثلا انتقام گرفتن و بیشتر خوراک داخلی داشت برای ارزشی‌ها که خرکیف بشن، وگرنه یک دونه از این پهپادها یا موشکا به جایی در خاک اسرائیل تا این لحظه اصابت نکرده. و اما مهم اینجاست که مقامات دفاعی و اطلاعاتی ایالات متحده اعلام کردند که حملات دیشب بدترین سناریویی بوده که اسرائیل براش آماده شده بود و این کشور یعنی اسرائیل احتمالاً بعد دفاع پاسخ خواهد داد و این میتونه باعث یک جنگ بزرگ در خاورمیانه بشه. یعنی خامنه‌ای و سپاه تروریست رسما در زمین اسرائیل بازی کردن، کاری که ما منتظرش بودیم و این یعنی پایان رژیم و پایان جمهوری اسلامی. بایدن به اسرائیل گفته ایالات متحده در هیچ عملیات نظامی تهاجمی بر ضد جمهوری اسلامی مشارکت نخواهد کرد. اسرائیل را انداخته زیر اتوبوس. بریتانیا اما پشت اسرائیل. ببینید تحلیل شخصی من از این موضع‌گیری‌های متناقض دولت بایدن اینه که علیرغم اینکه دارن کمک میکنن و ابراز میکنن که ما فقط در دفاع کمک میکنیم و نه در تهاجم، دو علت داره. اول نیروها و منافع آمریکا رو در منطقه از گزند جمهوری نکبت اسلامی حفظ کنن. دوم رژیم چنج ایران قرار نیست برای بایدن و لابی کلینتون کردیت بیاره. ترامپ و دولت بریتانیا این برنامه رو ریختن و معامله رو جوش دادن. پس قرار نیست اعتبارش بره به جیب بایدن. نقش چند روز اخیر ترامپ و دیوید کامرون داره مشخص‌تر میشه. یک دستی بالاتر از همه دستها دیشب فعال بود و جلوی خسارت جدی رو گرفت. شاید بعدها دربارش فهمیدیم. و اینکه یادتونه چند روز پیش گفتم مذاکرات مصر شکست خورد؟ حالا امروز خبرش منتشر شد. مذاکرات مصر شکست خورده. دفتر بنیامین نتانیاهو میگه که حماس آخرین پیشنهاد برای توافق برای بازگرداندن گروگانهای اسرائیلی رو رد کرده و اسرائیل به اهداف خودش در غزه با تمام قوا ادامه خواهد داد. معلوم نیست اول رفح یا اول جمهوری اسلامی. کلاً تو این 2 روز اتفاقات عجیب و مهمی افتاده که باور کردنی نیست. اما چیزی که مهمه اینه که ترامپ معجزه کرد برای آمریکا. امیدوارم نسل‌های بعدی بفهمن. ببینید آمریکا نباخت. از طریق ترامپ با بریتانیا و اسرائیل شریک شد. سرنوشت بایدن در انتخابات به این بستگی داره که درگیری نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل به جنگ کامل منتهی بشه یا کنترل بشه. رژیم در دوران ریاست جمهوری او سقوط کنه یا بعد از اون. دیدار دیوید کامرون با ترامپ، حمایت مایک جانسون رئیس کنگره آمریکا از ترامپ و پیام‌های مارکو روبیو سناتور معروف جمهوری‌خواه و کاندید معاونت ترامپ رو به یاد بیارید. و اینکه اگر ارقامی که از تعداد وسایل جنگی به کار گرفته شده سپاه پاسداران گزارش میشه تا این حد بزرگ باشه، میشه با احتمال بیشتری انتظار پاسخ اسرائیل رو در خاک ایران داشت. این وقتی احتمالش بیشتر میشه که نواحی داخلی اسرائیل هم مورد هدف قرار بگیرن و مخصوصاً کسانی هم کشته بشن که ما هیچی الان در موردش نمیدونیم. اما
این سناریو رو اونا از مدت‌ها قبل میدونستن. قاعدتاً براش کلی برنامه ریزی کردن که چطوری پاسخ بدن و چی کار کنن. ما فعلا صبر میکنیم ببینیم چی پیش میاد. اما خبر خوب براتون دارم. ببینید موسی چی نوشته. ترجمهش اینه: ما احساس میکنیم که یک نفر به زودی از ورجینیا به تهران نقل مکان میکنه. ببینید دوستان، همه دنیا میدونن که شاه قراره برگرده. در همین رابطه نتانیاهو توییت زده که این آغازی است بر پایان رژیم جمهوری اسلامی. و جان کلام این که لطفاً دوستان به همه بستگان، آشنایان و هر فردی که میشناسید اطلاع بدید که تا میتونن پرچم شیر و خورشید آماده کنن. حجم بالایی از پرچم هم در میان شلوغی ها وارد ایران میشه که در همین رابطه توجه شما رو به این توییت ریشی سوناک جلب میکنم. ما ایرانیان یک بار برای همیشه باید دست هامون رو به هم بدیم و اعتماد کنیم به هم برای آزادی و ببینید که رسم دنیا همین بوده و در تاریخ هم به همین منوال ثبت شده که دیکتاتورها آخرای عمرشون دومینووار اشتباهات مرگباری میکنن و در سراشیبی عجیبی پی در پی خودشون رو به سقوط میکشونن. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی همین نظامیان احمقن. آماده خانه تکانی در این نیروها و سپس سقوط زودرس نظام باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.